أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 25 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 26 را از این کتاب تعلیم زبان عربی تقدیم شما برادران و خواهران بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس السادس والعشرون، یعنی درس 26. درس 26 هم به مثل درس های گذشته چند از کلمه های نو دارد که این کلمه ها باید حفظ کرده شوند. صاحب کتاب چنین میگوید که از این کلمه های نوی که صاحب کتاب آورده است، یکم حلیبون. حلیبون یعنی شیر، حلیب شیر را میگویند. بعد از این میگوید مائدتون. مائدتون یعنی دسترخوان. مائده دسترخوان، دسترخوانی که برای طعام و برای غذاخوری هست. بعد از این میگوید جمع مائده میشود موائدو، یعنی دسترخوان ها. این صیغه منتهی الجموع هست، از این حساب آخرش تنوین را قبول نمی کند. موائدو یعنی دسترخوان ها. بعد از این میگوید لوحون. لوحون یعنی داسکه، تخته که در اون درس نوشته می شود. این مفرد است. جمعش می شود الواحون، یعنی داسکه ها، تخته هایی که برای نوشتن درس هستند. این جمع است و همچنین جمع تکسیر. بعد از این میگوید طباشیرو. طباشیرو یعنی بر، آن چیزی که در دستگاه با واسطه اون می نویسند. مثلا پیشترها یک چیزی ماده سفیدی بود که در دستگاه می نویستند، انا همون ماده سفید را طباشیرو می گویند، یعنی بر. بعد از این می گوید محبرتون. محبرتون یعنی رنگدان. این اسم آلت است، آلتی که در آن رنگ گرفته می شود. محبرتون رنگدان، این مفرد است. جمعش می شود محابیرو، یعنی رنگدان ها. محابیرو رنگدان ها، این جمع است و همچنین جمع صیغه منتهی الجموع است که غیر منصرف است و تنوین را قبول نمی کند. بعد از این میگوید ملحون. ملحون یعنی نمک. ملح نمک، این اسم مفرد است. جمعش می شود املاحون، یعنی نمک ها. املاح یعنی نمک ها، این جمع است و جمع تکسیر هست. بعد از این میگوید مملحتون. مملحتون یعنی نمکدان یا آلتی که در آن نمک گرفته می شود. مملحه اسم آلت است، یعنی آلتی که در آن نمک گرفته می شود. این اسم مفرد است. جمعش می شود ممالحو. ممالحو یعنی نمکدان ها. این ممالحو همچنین اسمی غیر منصرف است. علت و سببش این است که
صیغه منتهى الجموع هست. بعد از این میگوید ممسحتون. ممسحتون یعنی آلتی که به آن میشکند. ممسحه آلت شکیدن رو میگویند. مثلا ممسحه در اینجا به معنای آلتی که به آن داسکه رو میشکند. اول می نویسی، وقتی که میخواهی نویستگیت رو پاک بکنی، آن لطه یا آن چیزی که مخصوص شکیدن داسکه هست همون را ممسحتون میگویند. ممسحتون یعنی لطه داسکشکی. بعد از این میگوید حبرون. حبرون یعنی رنگ. حبر رنگ. اسم مفرد است. جمعش میشود احبارون یعنی رنگ ها. احبارون رنگ ها. بعد از این میگوید فیلمون. فیلمون یعنی کینا. فیلم با زبان تاجیکی ما و شما همچنین فیلم میشود، اما میشود که کینا بگوییم. کینا یا فیلم. جمعش میشود افلامون. فیلم ها، کیناها. این جمعی تکسیر است. بعد از این میگوید حارون. حارون یعنی گرم. حارون یعنی گرم، جوش. بعد از این میگوید جیدون. جیدون یعنی خوب. جیدون یعنی خوب. بعد از این میگوید یوجدو. یوجدو یافت می شود یا پیدا کرده می شود. یوجدو پیدا کرده می شود. این فعل مضارع مجهول هست، یعنی پیدا کرده می شود. بعد از این میگوید اجل. اجل این همچنین حرف جواب هست به مثل نعم. اجل و نعم به معنای حرف جواب هستند، یعنی بله، آره. بعد از این میگوید فقط. فقط پس به تاجیکی ما و شما همچنین میگیم فقط. فقط یعنی فقط. بعد از این میگوید واحدون. واحدون یعنی یک. واحدون یعنی یک تا. واحدون یک تا. پس این هست کلمه های نوی درس 26. اکنون در اینجا چند یادرس های دارم، میخواهم یادرستان بکنم. اولا از کلمه محبرتون شروع میکنیم. محبرتون بر وزن مفعلتون هست. ما و شما در کتاب صرف میر خوانده بودیم که یا در کتاب بدان محبرتون اسم آلت است. محبرتون بر وزن مفعلتون. مفعلون، مفعلتون، مفعالون، این سه تا وزنهای اسم آلت هست. پس این محبرتون بر وزن مفعلتون هست. این اسم آلت هست، یعنی آلتی که در آن رنگ گرفته می شود. محبرتون اسم آلت. این یک تا. و دویم همچنین مملحتون بر وزن همون مفعلتون هست. این هم اسم آلت هست، یعنی آلتی که در آن نمک گرفته می شود. از این اسم میگیم نمکدان. بعد از این ممسحتون. ممسحتون همچنین بر وزن مفعلتون هست، به وزن مفعلتون، یعنی اسم آلت. ممسحه از مسح یمسحو گرفتگی است. مسح شکید یمسحو می شکد. مسح شکید یمسحو می شکد. پس ممسحتون آلتی که می شکی، آلتی شکنده. هر چیزی که می شکن، به هر واسطه هر آلتی که می شکن
اون رو می شود میمسحه گفت. اینجا در ما میمسحه را به خاطر آن لطه داستکشکی میگوییم که زیرا که در حوار و گفتگوی این درس 26 میمسحه همچون لطه داستکشکی استفاده بردگی است. اما میمسحه اسم آلت است. هر چیزی را که هر آلتی که به آن میشکند اون آلت را میشود میمسحه گفت. بعد از این باز کلمه مورد گفتگوی ما و شما فقط، این فقط وابسته به جمله اعراب کرده می شود. اما در هر جمله بیاید این فایی که در اولش می بینید این فا را فای زائدش می گویند. این اصلش قط تنها است. این فا فای زائده است، یعنی از اصل کلمه نیست. فا فای زائده است و میگوین زائده لتزیین لفظ، یعنی میگوین الفا فاء زائدتون لتزیین لفظ، یعنی فا فای زائده است برای زینت دادنی، برای زیبا گرداندنی لفظ است. زیبا گرداندنی تلفظ کردن. وقتی میگوی فقط برای فقط چی است؟ زیبا گرداندن هست این فا. اما این قط وابسته به جمله بیان کرده می شود. شاید در جای صفت بیاید، شاید در جای این حال بیاید و شاید در جای این فقط اسم فعل مضارع بیاید. اسم فعل مضارع فقط فا فای زائده گفتیم قط به معنای یکفی می آید، یا شاید قط مبنی علی السکون این اسم فعل امر باشد به معنای انتهی. به معنای چی؟ انتهی. دقت دادید؟ پس این هست کلمه فقط عبارت از دو بخش است، یکم فا دویم قط. فا در همه صورت میگوید فای زائده لتزیین لفظ. پس این هست کلمه های نوی درس 26. پس میگذاریم به حوار درس 26. میبینیم صاحب کتاب چی حوار، چی گفتگوی از این کلمه ها و از درس های گذشته برای ما و شما تقدیم کرده است. صاحب کتاب میگوید هذا القلم جدید، یعنی این هذا الفیلم جدید، یعنی این کینا، این فیلم نو است. هذا مبتدا، الفیلم بدل، جدید خبر هست. بعد از این میگوید اجلس علی الدیوان وانظر الی الفیلم، یعنی بنشین بر بالای دیوان و نگاه بکن یا تماشا بکن. انظر را گفته بودیم به دو معناست. نظره را گفته بودیم فعل ماضیش رو که به معنای تماشا کردن یا به معنای نگاه کردن هست. و نظر پس می شود میگیم که تماشا کن الی الفیلمی به سوی کینا، یا نگاه کن به سوی کینا، به سوی فیلم. پس میگوید اجلس علی الدیوانی، بشین بر بالای دیوان. دیوان گفته بودیم که این عربی نیست، عربیش الاثاث هست. بهتر بود میگفت که اجلس علی الاثاث وانظر الی الفیلم. وانظر، یا بهتر میبود میگفت که و شاهد الفیلم، یعنی مشاهده بکن، تماشا بکن کنارا. پس میگه اجلس علی الدیوان وانظر الی الفیلم، یعنی بنشین بر بالای دیوان و تماشا بکن کنارا، و تماشا بکن کنارا. پس در اینجا همچنین می شود که ایلا را ایلای برای تعدیه بگیریم. حرفی ایلا برای تعدیه باشد. اگر فیلم ایلا را ترجمه نمی کنیم، فیلم رو پس میگوییم که مفعول بهی می شود، در محل مفعول بهی. وانظر الی الفیلم یعنی نگاه کن کنارا. کنارا ایلا را ترجمه نمی کنیم. نگاه کن کنارا، نگاه کن فیلم را. ایلا را اگر به معنای تعدیه بگیریم، به معنای حرفی که حرف جری که متعدی بگرداند فعل انظر را.
چطوره که در کتاب صرف میر خوانده بودیم که فعلهای لازم رو اگر میخواهی که متعدی بگردانی پس اون رو با حرف جر، یکی از راهاش با حرف جر میتونی متعدی بگردانی. شاید این ایلا به معنای متعدی گرداندن فعل انظر باشد، یعنی انظر الی الفیلمی، نگاه کن کنارا. بعد از این میگوید نظرنا الیوم و امسی الى افلام عربیت کثیرت. میگوید که نظرنا یعنی تماشا کردیم یا نگاه کردیم ما امروز، نظرنا الیوم تماشا کردیم ما امروز، و امسی و دیروز، الى افلام کیناهای را، الا را اگر به معنای تعدیه بگیریم پس ترجمهش نمیکنیم، میگیم کیناهای را عربی هستند و بسیار هستند. دقت دادید؟ کیناهای عربی بسیار را، پس اینطور ترجمهش میکنیم. اگر الا را به معنای متعدی گرداندن فعل نظرنا بگیریم، اگر یعنی که تماشا کردیم ما امروز و دیروز کیناهای عربی بسیار را. دقت دادید؟ الا را ترجمه نمی کنیم در وقتی ترجمه کردن. اگر به معنای متعدی، به معنای تعدیه باشد، تعدیه چطوری گفتیم که فعل لازم متعدی گرداندن. پس الا حرف جار می شود، افلامی لفظا مجرور و محلا منصوب، به خاطر اینکه مفعول به نظرنا می شود اگر الا را حرفی تعدیه بگیریم. بعد از این میگوید عربیت صفت یکم افلام است، کثیرتین صفت دوم افلام است. دقت دادید؟ این افلام، فیلم ها دو صفت دارد. افلام غیر عاقل است، برای همین خاطر مفرد مؤنث قطعی صفتش کردیم. عربیتین، کثیرتین، هر دوش مفرد مؤنث هستند، به خاطر آنه که صفت برای جمع غیر عاقل است. بعد از این میگوید هل نظرتم الى فیلم الرسالتی، میگوید که آیا تماشا کردید کینای رساله را. دقت دادید؟ آیا تماشا کردید کینای رساله را. هل حرف استفهام، نظرتم فعل ماضی مبنی علی السکون، تم ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل. نظرتم تماشا کردید شما. الی حرف جار للتعدیه میگوید، اگر برای متعدی باشد میگه للتعدیه، فیلمی مجرور لفظا، در لفظ مجرور است، منصوب محلا، در محل منصوب است زیرا که مفعول به نظرتم است، و الرسالتی مضاف الیه است، فعل مضاف، الرسالتی مضاف الیه. پس میگه هل نظرتم الی فیلم الرسالتی، یعنی آیا تماشا کردید شما کینای رساله را، کینای رساله، فیلم رساله را. در جواب حرف نفی قطعی میگوید که لا، یعنی نه، نفی میکند، میگوید نه، ما نظرنا الیه بعد و نحن نريد ان ننظر الیه. یعنی چی؟ یعنی میگه که ما نظرنا، این ما نافیه است، ما چی است؟ نافیه. ما نظرنا یعنی تماشا نکردیم ما الیه، الا را اگر فی جر بگیریم پس هی محلا مبنی علی الجر فی محل نصب مفعول بهش میگیم. تماشا نکردیم وی را ترجمه میکنیم، الیه یعنی وی را مفعول به. ما نظرنا الیه یعنی تماشا نکردیم وی را، بعدو یعنی هنوز، تا به حال. ما نظرنا الیه بعدو یعنی تماشا نکردیم وی را تا به حال. و نحن نریدو و ما میخواهیم، نحن نریدو ما میخواهیم، ان ننظر الیه، ان ناصبه، ننظر آخر فعل مضارع را منصوب کرد، ان ننظر الیه ما میخواهیم که ان ننظر الیه، این که تماشا بکنیم وی را، الیه الی را همچون حرف جر بگیریم، هی مبنی اسم مجرور
یا ضمیر مبنی علی الجر فی محل نصب مفعول به ننظر است. دقت دادید؟ و نحن نريد ان ننظر الیه، و ما میخواهیم کی، و نحن نريد و ما میخواهیم این کی یا میخواهیم کی تماشا بکنیم وی را، تماشا بکنیم وی را یعنی که فیلم را. الی فیلم مذکر کی هست از این حساب ضمیر را مذکر آورده ایستاده است. اگر رساله را اشاره میکرد الیها باید میگفت، مؤنث میآورد که رساله مؤنث است. دقت دادید؟ پس این ان دو وظیفه دارد. یک وظیفهش این است که آخر فعل مضارع را نصب میکند، چطوری که در کتاب الاجرومیه خونده بودیم. این انی ناصبش میگن و همچنین این انی ناصبه مصدریه هست، یعنی که این فعل مضارع را تعویل به مصدر میکند. تعویل به مصدر یعنی چیکار میکند؟ دقت بدید. و نحن در اینجا مبتدا است. نوریدو فعل مضارع صیغه جمع متکلم است، میخواهیم ما. فاعل ضمیر مستتر تقدیر نحنو است. پس ان ننظر نوریدو فعل متعدی است، مفعول به طلب میکند. مفعول به نوریدو در کجا است؟ مفعول به نوریدو میگوید ان ننظر الیه به تعویل مصدر، به تعویل مصدر میشود نحن نريد نظرا الیه، ننظر الیه یعنی نحن نريد ان ننظر مصدر به تعویل مصدر میگرداند. میگویند که نظرنا اگر مصدر نظر ینظر نظرون مصدر می شود، نظرون مصدر می شود. پس نظرنا الیه، نظرنا الیه اصل این طور است. نظره را برای چی باید مصدر منصوب میکنیم؟ به خاطر اینکه مفعول به نوریدو می شود. دقت دادید؟ این مسئله را جدی اهمیت بدید که ان به تعویل مصدر میگرداند. اینجا بهتر و خوبتر از ننظرو دا ان نشاهدو میشد، بهتر میشد. و تعویل مصدر گرداندنش هم آسانتر و خوبتر میشد. نريد ان نشاهده هو میگفتیم بعد میشید، برای نشاهده فعل متعدی است. پس میگفت که دیگه الیهی ایلا در کار نبود، فقط هی در کار بود، خلاص ان نشاهده هو میگفتیمش. پس میشد که نريدو و نحن نريدو مشاهدته. دقت دادید؟ مشاهدته یعنی مشاهده کردنش را، تماشا کردنش را. یا میشه در این جمع ان ننظر الیه یعنی که ان ننظرهوش هم نریدو نظره، بله نظرم مصدر میشود زیرا که انی مصدریه هست. خب بعد از این میگه این اللوح یعنی در کجاست داسکه؟ این اللوح تخته برای نوشتن. در کجاست داسکه؟ اینه گفته بودیم که اسم استفهام از مکان است، یعنی در کجاست جایی داسکه. بعد از این میگه که جواب میدهد اللوح فی الفصل یعنی داسکه در صنف است. اللوح مبتدا فی الفصل جار و مجرور متعلق به کائنون خبر، فی ظرفیه، فی الفصل در داخل صنف است. بعد از این میگه الطباشیر علی اللوح، و الطباشیر یعنی بور، اون چیزی که در داسکه می نویسند، همون آلت می نویستگی. علی اللوح یعنی بر بالای داسکه است، یعنی بور بر بالای داسکه است. و طباشیر مبتدا علی اللوح جار و مجرور متعلق به کائنون خبر. و هل توجد علیه ممسحتون، دقت دادید؟ و هل توجد علیه ممسحتون یعنی آیا پیدا می شود بر بالای وی لطه داسکه شکی یا آلت شکیدن؟ آیا پیدا می شود بر بالای وی آلت شکیدن؟ در اینجا لطه داسکه شکی ترجمهش میکنیم زیرا که به همین معنا گفته ایستاده است یا به همین مقصد گفته ایستاده است. حل استفهامیه توجد فعل مضارع مجهول علیه جار و مجرور متعلق به توجد، ممسحتون این نائب فاعل از توجد است.
توجدو فعل مضارع مجهول که هست ممسحتون نائب فاعل می شود. ما و شما خواندگی هستیم که فعل مجهول فاعل ندارد، نائب فاعل دارد. نائب فاعل هم همچنین یکی از مرفوعات هست. برای خاطر میگه ممسحتون آخرش ضمه میکنیم، مرفوع میکنیم، علامت رفع ضمه ظاهره. بعد از این میگوید نعم، حرف جواب قطعی جواب داد، گفت بله، آره. توجد علیه ممسحتون ایضا، یعنی یافت میشود بر بالای وی لطه دستکشکی همچنین. دقت داده، توجدو فعل مضارع مجهول، علیه جار و مجرور متعلق به توجدو، ممسحتون نائب فاعل از توجدو. ایضا اینجا اعرابش چی است؟ ایضا اعرابش مفعول مطلق برای فعل محذوفش میگن. این رو ایضا مفعول مطلق برای فعل محذوف. از این حساب مفعول مطلق را ما و شما میدونیم که نصب میشود، پس این را ببینید منصوب است ایضا، لیکن برای فعل محذوف. آضا اصل فعلش، آضا یعیض ایضا، آضا یعیض ایضا یعنی بازگشت. آضا معنی بازگشت، باز میگردد، بازگشتن. ایضا ترجمهش اگر خشه ترجمه کنیم به معنی بازگشتن، یعنی که سوال کرده که هل توجد علیه الممسحتون، هل توجد علیه ممسحتون؟ نعم میگه توجد علیه ممسحتون ایضا. برای چه ایضا رو گفت؟ زیرا اینکه گفته بود در اونجا تباشیر هست، یعنی بور هست، و باز میگه همچنین لطه دستکشکی هم هست. پس ایضا رو از این حساب با تاجیکی ترجمهش نیز یا همچنین میشود. بعد از این میگوید الحبر فی المحبرتی، یعنی رنگ در رنگدان است. الحبر مبتدا، فی المحبرتی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر. المحبرة فی محفظة التلمیذ، یعنی رنگدان در سنکه طلبه است، رنگدان در سنکه شاگرد است. المحبرة مبتدا، فی حرف جار، محفظتی اسم مجرور، محفظتی مضاف، التلمیذی مضاف الیه. فی محفظتی تلمیذی جار و مجرور متعلق به کائنون خبر مبتدا. المحبرة رنگدان مبتدا که بود، فی محفظتی جار و مجرور متعلق به کائنون خبرش می شود. بعد از این میگه هل هذا الحبر جید، یعنی آیا این رنگ خوب است؟ هل یعنی آیا، آیا میگه این رنگ خوب است؟ هل استفهامیه. هذا اسم اشاره مبتدا، الحبر بدل از هذا، جیدون پس میشود چی؟ خبر. بعد از این میگه نعم یعنی بله، آره حرف جواب. هذا الحبر جید و جدید، یعنی که این رنگ خوب است و نو است. دقت دادید؟ هذا مبتدا، الحبر بدل از هذا، جیدون چی است؟ خبر است، خبر مبتدا هذا خبر است. واو عاطفه است، جدیدون معطوف است در جای جیدون. واو عاطفه جدیدون معطوف است در جای جیدون، یعنی این رنگ خوب است و عطف میکنه در جای جیدون، پس میشود که این رنگ جدیدون هست، یعنی نو است. دقت دادید؟ پس واو عاطفه است در اینجا. بعد از این میگه یا امی اريد ان اشرب قهوة حارة این توجد القهوة. میگوید که یا امی ای مادر من، یا امی یعنی ای مادر من، اريد ان اشرب میخواهم این که بنوشم، قهوة حارة قهوه جوش را، قهوه جوش را، قهوه گرم را. این توجد القهوة کجا یافت می شود قهوه، کجا پیدا می شود قهوه. دقت دادید؟ یا امی یا حرف ندا امی منادا، مضاف یا متکلم مضاف الیه. اريد میخواهم من، فاعل ضمیر مستتر تقدیره انا، اريد یعنی انا میخواهم من.
ان اشربه، ان حرف ناصبه، اشربه اصل اشربو بود، اشربش کرد. برای چی؟ برای اینکه ان ناصبه است. ان اشربه. پس میگوید که ان ناصبه است، اشربه فعل مضارع منصوب به ان است، قهوتا اشربه فاعلش اشربه را باز فاعلش انو می شود. اشربه انو یعنی بنوشم من، قهوتا مفعول به است، حارتا صفتی قهوه است. حارتا صفتی چی است؟ قهوه است. پس ان اشرب قهوتا حارتا به تعویل مصدر مفعول به اریدو می شود. اریدو را ما گفتیم که این فعل متعدی است. فعل متعدی مفعول به طلب می کند. پس مفعول به اریدو ان اشرب با تعویل مصدر است، یعنی اریدو شرب قهوه حارتین می شود. اریدو شربه را برای چی مفعول به کردیم؟ منصوبش کردیم برای خاطر اینکه مفعول به اریدو است. اریدو شربه قهوتین مضاف الیه می شود، حارتین صفت قهوتین باز می شود. این توجد القهوه، یعنی کجا پیدا می شود قهوه؟ این این چی است؟ این ظرف است، مبنی علی الفتح ظرف است، اسم استفهام از مکان است. توجدو فعل مضارع مجهول، القهوه نائب فاعل توجدو می شود، از این حساب مرفوع است. بعد از این میگوید توجد القهوه علی المائده، یعنی یافت می شود قهوه بر بالای دسترخوان. علا چی است؟ حرف استعلا، بالایی. مائدتی دسترخوان اسم مجرور. توجد القهوه علی المائده، یافت می شود، پیدا می شود قهوه یعنی کافه بر بالای دسترخوان. توجد فعل مضارع مجرور، القهوه نائب فاعل برای هم خاطر مرفوع است. علی حرف جر، المائده اسم مجرور، جر مجرور متعلق به توجدو. خب بعد از این صاحب کتاب میگوید هل تشرب القهوه بالحلیب، یعنی آیا می نوشی تو قهوه را با شیر؟ حل استفهام، تشربو فعل مضارع مخاطب، یعنی می نوشی تو، فاعل ضمیر مستتر تقدیر انت، آیا می نوشی تو؟ القهوه مفعول به تشربو، بالحلیب یعنی با حلیب یک جا، بیارف جاره حلیبی اسم مجرور، با حلیب یک جا. هل تشرب القهوه بالحلیبی، آیا می نوشی تو کافه را قهوه را با شیر؟ پس می شود بالحلیبی را جار و مجرور متعلق به کائنن بگیریم حال از قهوه، زیرا که بعد از معرفت جمله می آید حال می شود، این را می شود حال بگیریم. القهوه معرفه که است حالش می شود، در حال بودنش یک جا، حال کونهی یعنی در حال بودنش همون کافه با شیر یک جا شده، حال کافه را بیان کرده استاد از بالحلیبی گفته. والله اعلم همین طور می شود. بعد از این میگوید اجل، اجل یعنی بله، آره، حرف جوابش گفتیم که به معنای نعم هست. میگوید اشربها بالحلیب و السکری، یعنی می نوشم وی را با شیر و با شکر. دقت دادید؟ اشربها، اشربو فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم، عن النواصب والجوازم، برای خاطر اشربو میگیم، مرفوعش میخونیم. فاعل و ضمیر مستتر تقدیر انا، اینهایی که میبینید ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به است. اینها مفعول به است، برای خاطر میگیم می نوشم وی را، قهوه مؤنث که است، برای خاطر ضمیر مؤنث صحبت، می نوشم وی را بالحلیبی، جار مجرور متعلق به کائنن حالی از این ضمیر، یعنی در حال بودنش با شیر یک جا، و سکری و در حال بودنش، و این عطف میشه در جای حلیب، برای خاطر آخرش چی شد؟ کسره شد. واو عاطفه است در اینجا، حلیبی آخرش کسره بود، واو عاطفه آمد، سکری آخرش همچنین چی شد؟ کسره شد. بعد از این میگوید الحلیب فی الکوبی، یعنی شیر در
جام هست، در استکان هست. الحلیب یعنی شیر. مبتدا فی الکوب جار و مجرور متعلق به کائنون خبر. بعد از این میگوید الکوب والمملحة والسکریة كلها على المائدة. یعنی میگوید جام یعنی استکان و نمکدان و شکرگیرک همه‌شان بر بالای دسترخوان است. دقت دادید؟ الکوبو مبتدا شد، برای خاطر مرفوع است. واو عاطفه است. المملحة معطوف است در جای الکوبو. الکوبو آخرش مرفوع است. المملحة برای خاطر مرفوع است به سبب واو عاطفه. و السکریة واو عاطفه است. باز السکریة معطوف است با جای کوبو، یا میتونم بگم به جای المملحة. از این حساب مرفوع است. کلو چی است؟ کلو در اینجا توکید معنوی است. کل از الفاظ توکید معنوی بود. کل توکید از این چیزهایی که ذکر کرد، توکید از اینها است. و برای خاطر توکید یکی از توابع است گفته بودیم در کتاب الاجرومیه. برای خاطر کلو میگیم، کله بگیم غلط است، کلی بگیم غلط است، باید کلو بگیم. برای الکوبو و المملحة و السکریة آخرش رو همش مرفوع است. پس کلو رو همچنین تابعی که است موافق به حرکت آخر همینها حرکتش میگیم کلو توکید است. کلو مضاف است و ها در محل جر مضاف الیه است. پس اینو توکید. این مبتدا بود. خبر در کجا است؟ علی المائده جار و مجرور متعلق به کائنون خبر است. دیدید الکوبو مبتدا در این بین اینقدر کلمه داخل شد و بعد علی المائده پس خبر شد. خبر از الکوبو است. پس دیگر این باقی مانده عطف در همینها می شود. بعد از این میگه لا المملحة على الرف لا على المائده. میگه که نه نمکدان بر بالای تاقچه است، نه بر بالای دسترخوان. اول در اینجا در باره مملحه گفت در بالای دسترخوان است، باز یکی در یادش زده گفت که لا یعنی نه دوبار تکرار میکنه نه. این لا یکمش حرف نفی است. لا دیمش چی است؟ توکید برای حرف نفی یکم است. یعنی بعد اینا میتونیم بگیم توکید لفظی. این توکید چی است؟ توکید لفظی است، زیرا که لفظ خودش شد. اما کل توکید معنوی است. ما این را در کتاب الاجرومیه با تفصیل خواندگی هستیم توکیدهای لفظی و معنوی رو. بعد از این میگه که المملحة علی الرف یعنی نمکدان بر بالای تاقچه است، لا علی المائده نه بر بالای دسترخوان. این لای نافیه همچنین به معنای عطف است. عطف میکند این جمله رو بر ما قبل علی المائده، یعنی که لا المملحة علی المائده یعنی نیست مملحه بر بالای دسترخوان. دقت دادید؟ پس لای نافیه و علی المائده اسمی مجرور. بعد از این میگوید ماذا علی المائده، چیست بر بالای دسترخوان؟ ماذا چیست؟ عبارت از دو کلمه است گفته بودیم. ما استفهامیه برای غیر عاقل، ذا اسم اشاره. همچنین اینجا میشه بعد ذا اسم اشاره زای موصوله بگیریم. زای موصوله گرفتن هم جایز است. ماذا یعنی ما الذی، ذا را به معنای الذی میگیریم، بعد به معنای اسم موصوله. ما الذی علی المائده، پس میشود که چی چیزاست بالای دسترخوان ده. ماذا چیست بر بالای دسترخوان. اگر ماذا را عبارت از ما استفهامیه و ذا اسم اشاره بگیریم، اگر چیست بر بالای دسترخوان می شود. نه که ما را از ما استفهامیه و ذا را به معنای الذی بگیریم، ذا به معنای ذای موصوله باشد. اگر پس ترجمه ده میگیم که ماذا یعنی چی چیز است در بالای دسترخوان. اینجا همچنین میشه دو ترجمه کرد. بعد از این میگوید علیها خبز فقط، علیها خبز فقط یعنی بر بالای دسترخوان. علیها بر مائده برمیگرده، اینها ضمیر است به مائده برمیگرده. مائده مؤنث که است ضمیر مؤنث آورد. یعنی بر بالای دسترخوان نان است و بس. ترجمهش میشه بس، فقط بس.
علیها جار مجرور متعلق به کائنون خبر مقدم، خبزون مبتدای مؤخر. پس فقط فا برای تزیین لفظ است، زینت دادن لفظ. قط در اینجا می شود بگیم که در اینجا حال نمی شود، در اینجا صفت نمی شود. در اینجا چی می شود؟ در اینجا اسم فعل مضارعش بگیم می شود. یعنی یکفی، یعنی که بر بالای دسترخوان نان است کفایه می کند، یعنی نان تنها است کفایه می کند. اگر که به معنای اسم فعل مضارعش بگیریم به معنای یکفی. اما اگر که بگیم فقط اسم فعل امر است به معنای انتهی است، انتهی فعل امر، پس میگه علیها خبزون فقط، یعنی بر بالای اون نان است و تمام، انتهی تمام شد به آخر است، یعنی نون است تمام دیگه چیز نیست. دقت دادید؟ پس قط فا در هر دو صورت فای برای زینت لفظ است. قط اسم فعل مضارع باشد به معنای یکفی است، اسم فعل امر باشد به معنای انتهی است. انتهى ینتهی، فعل امر چی می شود؟ انتهی. از باب چند است انتهى؟ از باب 11 یا باب 10. بعد از این میگوید که هل عندك ثیران کثیرة، آیا داری تو، عندك را گفتم که به معنای داری تو، آیا داری تو ثیران کثیرة، بقهای بسیار. حل استفهامی عندك ظرف متعلق به کائنون خبر مقدم، ثیرانون مبتدای مؤخر، کثیرة صفت ثیران. ثیران بقها غیر عاقل کس، برام خاطر صفت چه با مفرد مؤنث صفتش کرد، کثیرتون گفت. آیا داری تو بقهای بسیار؟ پس در ترجمه میتونیم بگیم که آیا بقهای بسیار داری تو؟ این طور هم ترجمه کردن ممکن است. بعد از این میگه لیس عندي ثیران کثیرة بل عندي ثور واحد فقط، یعنی که لیس عندي ندارم من ثیران کثیرة بقهای بسیار، بل عندي بلکه دارم من ثور واحد یک بقه فقط، بس تمام کفایه میکند. همینطور ترجمه کنید فقط را. پس لیسه از اخوات کانه است، از افعال ناقصه. عندی خبر لیسه مقدم است، ظرف متعلق به کائنن در محل نصب، کائنن خبر لیسه می شود. ثیرانون اسم لیسه مؤخر می شود. کثیرتون صفتی ثیران می شود. بل حرف اضراب است و همچنین عطف می کند. عندی این را به جای عندی قبل، عندی بلکه بل، نه اینجا حرف عطف نیست، برای اضراب است و بس، برای اضراب است و بس. بل عندی، پس بل رو حرف اضراب میگوید و عندی جار ظرف رو میگوید که متعلق به کائنون خبر مقدم، کائنون خبر مقدم، ثورون مبتدای مؤخر، واحدون صفت ثورون، واحدون صفت ثورون. فقط فا برای تزیین لفظ، قط اسم فعل مضارع که باشد به معنای یکفی و اسم فعل امر باشد به معنای انتهی. پس این هست حواری درس 26 و این هست کلمات و گفتگوهایش. پس در اینجا درس 26 رو به پایان میرسانم و تا درس آینده یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.